دوستان همراهان عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون. مهدی شریعتی هستم از نمایشگاه اتومبیل دایانا اوتو سیلز در کوکویتلام بریتیش کلمبیا. امروز میخوام در مورد چگونگی به دست آوردن اطمینان لازم به هنگام خرید یک ماشین دست دوم صحبت کنم. درست همونطور که خونه ای رو بدون بررسی اولیه نمیخریم، باید دقیقاً همین کار رو برای خرید ماشین دست دوم هم انجام بدیم. قبل از هر چیز باید در مورد آرامش خاطر صحبت کنیم. من 5 سالی هست که در بیزینس خرید و فروش اتومبیل در کانادا فعالیت دارم و همیشه اولین توصیه‌ام به خریداران خودرو اینه که داستان خرید خودروشون رو با بررسی گزارش کامل تاریخچه خودرو شروع کنن، نه اینکه یه ضرب برن سراغ قیمت ماشین و چونه بخوام بزنن. این گزارش نکات بسیار مهمی در مورد سوابق خودرو به ما میده. مثلا میگه آیا این خودرو در گذشته تصادف داشته یا خیر، یا اینکه ماشین مورد نظر بازسازی شده یا اصطلاحاً کلین تایتله. این دوتا موضوع در تصمیم گیری ما برای خرید باید بسیار پر اهمیت باشه. اما این دو موضوع همه بررسی‌های مهم و اولیه نیست، بلکه حتما پیشنهاد میکنم که اتومبیل مورد نظرتون رو پیش یک مکانیک حرفه‌ای ببرید تا قبل از خرید حتما اون رو دقیق بررسی کنه. البته اگر از نمایشگاه اتومبیل خرید میکنید، قطعاً بررسی‌های مکانیکی رو باید انجام داده باشن طبق قانون و گزارش مکانیک و تعمیراتی که انجام شده رو باید به اطلاع شما برسونن تا قبل از اینکه بخواید تصمیم برای خرید بگیرید اونا رو دقیق بررسی کنید. ولی اگر میخواید از یک فروشنده شخصی که نمیشناسیدش ماشینی رو بخرید، شک نکنید که قبل از هر تصمیمی باید یک مکانیک متخصص ماشین رو بررسی کنه و گزارشش رو به شما به صورت مکتوب بده که خب حتما براتون هزینه داره. مطمئناً تست درایو ماشین مورد نظر قبل از خرید خیلی مهمه، اما یه مکانیک متخصص میتونه مشکلاتی رو که ممکنه در یک رانندگی معمولی 10-15 دقیقه‌ای ظاهر نشه تشخیص بده. در این بازرسی عمیق‌تر مکانیک به سلامت مکانیکی خودرو میپردازه و به این ترتیب مطمئن میشید که بعداً با مشکلات غیر منتظره مواجه نخواهید شد. حالا شاید شما بگید چرا این همه دردسر خرید ماشین دست دوم باید بکشم؟ خب با توجه به تجربیات من در این موضوع، اطمینان از سلامتی ماشین فقط به این معنی نیست که خرابی‌های ناگهانی بعداً اصلاً اتفاق نمی‌افتن، نه، بلکه با چنین بررسی‌های مهمی سرمایه‌گذاری هوشمندانه تری دارید انجام میدید و از پول خودتون و امنیت خودتون و مسافران همراهتون تو ماشین دارید محافظت میکنید. با دونستن تاریخچه خودرو و بررسی هر گونه مشکلات از قبل، خودتون رو برای یک سواری قابل اطمینان تر دارید آماده میکنید. پس یادتون باشه موقع خرید اتومبیل دست دوم تکالیف اولیه خودتون رو درست انجام بدید. در ضمن گزارش تاریخچه خودرو رو باید از یک منبع قابل اعتماد مثل کارفکس دریافت کنید و حتما از یک مکانیک خبره برای بازرسی ماشین کمک بگیرید. اینکه یکی از دوستام از ماشین بیشتر از من سر در میاره و اون دیده و از این داستانا هیچ کمکی به شما نمیکنه و شاید توی دردسرای بزرگی بیفتید. در خاتمه باید تاکید کنم که اگر در مورد چیزی مطمئن نیستید، از پرسیدن سوال نترسید. حتما از فروشنده سوالاتتون رو بپرسید. همه این کارا برای یک انتخاب آگاهانه است. بحث امروزم رو در مورد خرید خودرو و چگونگی اطمینان در مورد سلامت ماشین همینجا به پایان میرسونم. امیدوارم این نکته‌هایی که از طریق این ویدیوهای کوتاه براتون تهیه میکنم براتون ارزشمند باشه. در مورد خرید ماشین سوالی ندارید؟ اگه سوالی دارید لطف کنید در بخش کامنت زیر همین ویدیو در هر شبکه اجتماعی که دارید این ویدیو رو میبینید بپرسید. خوشحال میشم که جواب بدم. اگر در شهر کوکویتلام یا نزدیک این منطقه هستید، به وبسایت ما www.dianaauto.ca حتما یه سر بزنید یا با من از طریق شماره تلفن 778 840 56 71 تماس بگیرید. امیدوارم بتونم در خرید اتومبیل مورد نظرتون بهتون کمک کنم.
ممنون بابت همراهی امروزتون. هوشمندانه رانندگی کنید، خوشحال رانندگی کنید و امیدوارم که در نهایت از خرید ماشینتون لذت ببرید.